خدمت همه کاربران عزیز وبسایت آیتی پرو با قسمت نهم از مجموعه آموزشی کامپتیا نتورک کلاس در خدمت شما هستیم. این قسمت اختصاص داره به معرفی مسیریاب یا روتر، یا خیلی با لهجه خفن بلاد کفری بخوایم صحبت بکنیم راوتر. خب چی کار انجام میده؟ ما قرار هست داخل این ویدیو چه چیزهایی رو بررسی کنیم. ما معرفی ساختار کاری مسیریاب یا روتر رو داریم. خب شاید یه مقدار مسائلی که امروز میخوایم مطرح بکنیم جلو بگیم، اما دید پیدا میکنید نسبت به چیزهایی که ما قرار هست در واقع برای شما تفسیر بکنیم. ما امروز راجع به این صحبت میکنیم که روتر یا مسیریاب چی هستش. خب بذارید تو همین صفحه یه سری توضیحات مقدماتی بگیم که جلو رفتیم در واقع راجع بهشون اطلاعات کاملتری رو ارائه بکنیم. مسیریاب چیه؟ اصلا کاربردش چیه؟ یادتون باشه توی ویدیو قبلی گفتیم که ساختار کاری سویچ رو گفتیم کامپیوترهایی که به یه سویچ وصل شدن، به دو تا سویچ وصل شدن رو اصطلاحا ما میگیم اینا داخل یه خیابونن. اینا هم داخل یه خیابونه. الان سویچ 1 و 1 و 2 اینجا داخل یه خیابونن، سویچ 3 داخل یه خیابون دیگه است. خب یک اسم دارن، یک پارامتر مشترک بین کامپیوترهای سویچ 1 و 2 هست، یه پارامتر مشترک بین کامپیوترهایی که به سویچ 3 وصل شدن. اینا رو گفتیم بهشون میگیم خیابون. خب حالا فرض کنید که یه نفر قرار هست این مثلا کامپیوتر 2 قرار با کامپیوتر 1 ارتباط برقرار بکنه. خب از طریق مکانیزمی که ما اونجا صحبت کردیم کامپیوتر 2 راحت میاد توی سویچ با استفاده از آدرس مکی که سویچ از کامپیوتر 1 میدونه معرفیش میکنه، میگه برو فلانجا. خب اما نکته اینجاست، کامپیوتر 2 من میخواد با سرور 1 من در ارتباط باشه. خب حالا چه اتفاق میفته؟ حالا ببین بحث اینه، یک نفر داخل این خیابون میخواد با یه نفر توی یه خیابون دیگه صحبت بکنه. پس بایستی از یه نفر این وسط که راه بلد هست بپرسه که آقا من با سرور عمومی یک کار دارم، کجا باید برم؟ بعد بهش میگه خب تو شبکه خودت که نیست، بیا برو اینجا، تو اینجا مثلا شاید اگر این رو هم ما به عنوان یک روتر در نظر بگیریم، میگه باید تو این شبکه سویچ 3 باشه. هدایتت میکنه، راهنماییت میکنه که کجا بری تا پیداش بکنی. همین فرایند، حالا این دستگاه اسمش روتره، دستگاهی که این کار رو انجام میده. همین فرایند رو من با مثال شبکه اینترنت میزنم. بچه شما وقتی وارد در واقع مرورگرتون میشید، میزنید www.itpro.ir مثلا اینجا میزنید و وبسایت آیتی پرو رو میخواید باز کنید، همونطوری که توی ویدیوهای قبلی دیدید یه بسته اطلاعاتی در واقع ایجاد میشه، میاد توی لایه شبکه قرار میگیره میره. خب این بسته اطلاعاتی از یک سری روترها یا مسیریابها داخل اینترنت رد میشه تا برسه به وبسایت آیتی پرو و برعکسش هم به همین شکل. یعنی بسته اطلاعات شما از مبدأ تا مقصد با یه سری یک در واقع مسیر رو طی بکنه. حالا اینکه این بسته اطلاعاتی از کجا بره بهتره، از چه مسیری بره خلوت‌تره، از چه مسیری بره شلوغ‌تره، از چه مسیری بره سرعتش بالاتره، از چه مسیری بره پهنای باند بهتری داره، اینا تصمیم گیریاش بر عهده این مسیریاب هاست که این کار رو برای ما انجام بدن. خب روتر یا مسیریاب پس وظیفش این شد که هدایت میکنه بسته‌های اطلاعاتی ما رو از مبدأ به مقصد که از کجا رد بشن تا به بهترین شکل ممکن به مقصد برسن. خب هنوز کار داریم. آیا روتر سخت افزار باید باشه یا نرم افزار؟ بچه در ویدیوهای قبلی گفتم که سویچ یک دیوایس فیزیکیه، یک ابزار فیزیکی است که قابل لمس است، اما روتر و فرایند روتینگ یا مسیریابی الزاماً سخت افزاری نیست. شما میتونید با یک سیستم عامل یا با یک نرم افزار بیاید فرایند روتینگ یا مسیریابی رو انجام بدید که ما داخل ویدیوی بعدیمون میبینید که با همین ویندوز میتونیم فرایند مسیریابی داشته باشیم. میتونیم داخل ویندوزمون فرآیند مسیریابی داشته باشیم. همین ویندوز 7 که مثلا دارید استفاده میکنید، ویندوز 10 که استفاده میکنید. خب اوکی، حالا دونه دونه راجع به اینا کاملتر فرآیندی که اتفاق میفته توی ویدیو بعدی توضیح میدم. منظور از لگ یا پا در شبکه چی هستش؟ من این 8 بار رو واسه همین کشیدم اینجا. خب ببینید لگ یا پا
البته حالا بعضیا مثلا میگن چه میدونم لنگ. خب شما میتونید هر چی دوست داشتید تفسیر بکنید. منظور از پا یا دست، بعضیا میگن یه دستش این وره یه دستش اون وره. خب تعداد اینترفیس های فعال روتر هست. تعداد اینترفیس های فعال روتر که به یه شبکه هر کدومشون متصل شدن. سویچ ها بچه کامپیوترها رو به هم متصل میکردن، در صورتی که روترها یا مسیریاب ها شبکه ها رو به هم متصل میکنن. اوکی؟ هر کسی بخواد با یه شبکه دیگه ارتباط برقرار کنه بایستی از داخل این روتر رد بشه. حالا این اینترفیس داخلیش یه شبکه میشه، این اینترفیس خالی. به این دوتا دست روتر اصطلاحا میگن لگ روتر یا پای روتر. مثلا 8 پا میتونه به 8 تا شبکه مختلف وصل بشه. اگر یه روتر داشته باشید 8 تا پورت داشته باشه، میتونه 8 تا شبکه مختلف رو به هم متصل بکنه. این که میگیم شبکه ها مختلف هستند یعنی چی بچه؟ یعنی شبکه ها از نظر فیزیکی شاید مختلف نباشن، از نظر منطقی مختلفن، از نظر آدرس دهی مختلفن. توی لایه های OSI یادتون باشه گفتیم اون تجهیزاتی که در لایه سوم از مدل OSI کار میکنن که گفتیم اون موقع روتر داریم و سویچ لایه 3. خب اینها با استفاده، یکی از وظایفشون مسیریابی بود. خب مسیریابی معنیش این میشه، همونطور که معنیشو البته گفتیم الان، تصمیم گیری برای هدایت بسته اطلاعاتی، تصمیم گیری برای هدایت بسته اطلاعاتی از مبدأ به مقصد بر اساس آدرس IP. وقتی میگیم آدرس IP یعنی داریم در لایه منطقی، لایه سوم از مدل OSI، لایه نتورک صحبت میکنیم. تمام تصمیم گیری ها بر اساس لایه 3 انجام میشه. خب مفهوم لگ رو هم متوجه شدید، این 8 باید تو ذهنتون باشه، 8 تا لگ داره. خب یه سوالی که پیش میاد و توی ویدیو بعدی، میگم ویدیو بعدی، اسلاید بعدی راجعش صحبت میکنیم، نمیشه کل دنیا رو با سویچ به هم متصل کرد؟ چرا نمیشه؟ منطقیه یا نه؟ میشه متصل کرد یا نه؟ من نمیتونم همین یک کابل از این سویچه بگیرم وصل کنم به کامپیوتر که تو شعبه شرکت دیگه هستش توی اون سر دنیا؟ بله میتونم، هیچ مشکلی هم نداره. خب از لحاظ منطقی. اما میریم توی ویدیو بعدی میبینیم که بله مشکل ایجاد میشه. یه ذره راجع به مفهوم پروتکل های مسیریابی صحبت میکنیم یا روتینگ پروتکلز. مفهومش قرار نیست دونه دونه پروتکل های مسیریابی رو بگیم چون خودش یک مبحث بسیار بسیار گسترده است. خب راجع به جدول مسیریابی یا روتینگ تیبل صحبت میکنیم. یادتون باشه توی ویدیو قبلی راجع به بریج صحبت کردیم، راجع به مک تیبل صحبت کردیم، جدول مک. حالا فکر کنید همون مکانیزم رو من یه لایه آوردم بالاتر، اسمش رو گذاشتم روتینگ تیبل یا جدول مسیریابی. مثلا اگر این بریج بودش، بریج چیکار میکرد؟ میگفت مکای اینور مکای اونور یه جدول درست میکرد. حالا فکر کنید یه لایه اومدیم بالاتر، مسیریابی وسط وایساده میگه آدرس های آی پی اینور اینه، آدرس های آی پی اینور این هستش. هر کس با این آدرس آی پی کار داشت بیاد بره تو فلان شبکه، هر کس با فلان آدرس آی پی کار داشت بیاد بره توی فلان شبکه. خب منظور از هاپ یا هاپ کانت رو میخوام بگیم در مسیریابی چیه؟ بچه هاپ یعنی بالا پایین پریدن، اینجوری میپره یعنی هاپ. این بازیه هستش مثلا لی میزنن، ما لی بهش میگیم، اونجا یه جورایی هاپ بهش میگن. هاپ یعنی تعداد مسیریاب ها یا روتر هایی که یک بسته اطلاعاتی از مبدأ تا مقصد طی میکنه. پس ببینید دقت کنید، تعداد روترها یا مسیریاب هایی که یک بسته اطلاعاتی از مبدأ به مقصد طی میکنه. یعنی اگر فرض رو بر این بگیریم که کامپیوتر 2 میخواد به یک کامپیوتری توی شعبه شرکت وصل بشه، چند تا هاپ باید رد بکنه؟ اولین هاپ مسیریاب 1. ممکنه این فایروال، حالا بعداً میگیم چیز، ممکنه یه مسیریاب در نقش یه مسیریاب باشه یا نباشه. من فرض میکنم این اصلا نیست. پس یه هاپ، بعد میاد یه هاپ، یه پرش دیگه، یه هاپ دیگه اینجا و یه هاپ دیگه اینجا. 1 2 3 4 تا هاپ فاصله پکیت اطلاعاتی، بسته اطلاعاتی من از مبدأ به مقصد بود. به این 4 تا میگن هاپ کاونت. کاونت یعنی شمارش. پس اگر ازتون پرسیدن که چند تا هاپ کاونت داریم از مبدأ به مقصد، اینجا میگیم ما 4 تا هاپ کاونت داریم. اوکی؟ خب میخوام بگیم منظور از دیفالت گیتوی چی هستش بچه؟
دیفالت یعنی پیشفرض، گیتوی یعنی دروازه. خب بچه ها هر جا دیفالت گیتوی شنیدید در این لحظه شما تصورتون این باشه که منظور ما روتر هست، منظور ما مسیریاب هست. اوکی؟ دیفالت گیتوی یعنی روتر، یعنی مسیریاب. تو ذهنتون فقط این باشه. حالا چرا میگه دیفالت گیتوی یا گیتوی پیشفرض؟ ببینید کامپیوترها طبق محاسباتی که حالا انشالله در خصوص آی پی به صورت مفصل صحبت میشه راجبش، طی محاسبات داخلی متوجه میشن که اون آدرس آی پی که باهاش کار دارن توی شبکه داخلیشون وجود داره یا نداره. اگر توی شبکه داخلیشون وجود داشت که باهاش ارتباط میگیرن و کاری به روتر یا دیفالت گیتوی ندارن. اما اگر آدرس آی پی مقصدی که باهاش کار دارن توی شبکه داخلی وجود نداشت، چی کار میکنن؟ یک آدرس روی این سرور، این کامپیوتر و حالا تجهیزات دیگه ای که داخل این شبکه وجود دارن، یک آدرس تعریف میشه به نام آدرس دیفالت گیتوی. دیفالت گیتوی میگه ببین تو الان داخل خونت 10 طبقه است، با فلان آدم کار داری، هر 10 طبقه رو گشتی پیداش نکردی. خب اگر تو این ساختمون نیست شاید توی ساختمون دیگه است. من از کجا میتونم بیام برم یه ساختمون دیگه؟ از درب خروج پیشفرض ساختمان که ما بهش میگیم دیفالت گیتوی. پس اگر هر آدرس شبکه داخلی رو ما نتونستیم پیدا کنیم، خودکار آدرس توسط کامپیوتر ما درخواستش میاد به سمت مسیریاب یا دیفالت گیتوی ما که روی کارت شبکه هاتون دیدید مینویسه دیفالت گیتوی یا دی جی. تو ذهنتون باشه هر چیزی، هر آدرسی تو شبکه داخلی شما ناشناخته باشه، خودکار برای مسیریاب یا دیفالت گیتوی ارسال میشود. منظور از پروتکل های روتینگ چیه؟ خب همونه. دوبار سوالو حالا اینجا گفتم مثلا مسیریابی، اینجا گفتم راوتینگ. خب منظور از ویلن چیه و اینتر ویلن روتینگ چیه؟ بچه یه تعریفی که شاید تو این دور زمانه زیاد درست نباشه و ما هنوز اساتید و متاسفانه دارن قدیمی درس میدن، تعریف چیزی است به نام لن. لن مخفف لوکال ایریا نتورک هست، شبکه محلی. خب قبلا می اومدیم طبقه بندی میکردیم، میگفتیم شبکه ها از لحاظ ابعاد جغرافیایی. خب میگفتیم مثلا لن، پن، من، ون، اینا اوکیه. خب راجبشون بعدا صحبت میکنیم کامل. اما تعریفی که ما داریم از لن به عنوان یک حرفه این هستش: جایی که شبکمون به یک روتر برسه، تا جایی که شبکمون به یک روتر نرسیده بهش میگیم لن. یعنی ببینید این یه شبکه است، ممکنه 50 تا سویچ اینجا باشه، 50 تا سویچش به هم وصل شدن، همه اینا میشن یک لن. چرا؟ چون هنوز به یک مسیریاب نرسیدن. به محض اینکه برسن به این مسیریاب یا روتر، اینجا میشه یک شبکه محلی یا لن. پس اینجا هم یک شبکه لن هست، اونجا هم یک شبکه لن هست، تا زمانی که برسه به یک روتر. این تعریف منطقی تره. چرا؟ چون میخوایم جلوتر راجع به ویلن یا ویرچوال لوکال ایریا نتورک، شبکه محلی مجازی صحبت بکنیم. بعد اون موقع متوجه میشید چرا میگیم ابعاد جغرافیایی معنی پیدا نمیکنه، چون ما داخل یه سویچ میتونیم تا شبکه محلی ایجاد بکنیم. و فرایند اینتر ویلن روتینگ رو صحبت میکنیم، یعنی مسیریابی بین ویلن ها یا شبکه های محلی مجازی رو صحبت میکنیم. اوکی؟ خب بچه من یه چیزی رو هم بگم بهتون و بعد بریم اسلاید بعدی که تازه میریم مفاهیم رو اصولی تر کار بکنیم. این سناریومون تو ذهنتون باشه. روتر یه چیز خیلی پیچیده بعضا نیست. ما روترهایی داریم که تو خونتون دارید استفاده میکنید، یعنی همین الان بچه ها، همین الان اون اینترنتی که استفاده کردیم، ویدیو رو دانلود کردید از وبسایت آیتی پرو و البته خرید کردید که از ما حمایت بکنید، اون مودم ADSL یا به قول خودتون میگید روتر ADSL، اون روتر، اون مسیریابه. چی کار میکنه؟ شبکه خانگی شما رو متصل میکنه به شبکه مخابرات، شبکه خانگی شما رو متصل میکنه به شبکه اینترنت، متصل میکنه به شبکه ISP. پس داره فرایند مسیریابی انجام میده. اوکی؟ به این سادگی میتونه باشه. حتی شما همین گوشیتون میتونه در قالب روتر باشه، شما رو داره به یه شبکه دیگه متصل میکنه. از این سادگی چه میدونم 30-40 تومانی میتونید روتر داشته باشید تا روترهای بسیار کلان و بسیار هیولای سازمانی
که حالا اونها دیگه برای شبکه‌های پرترافیک اینترنتی استفاده میشه، شبکه‌های کلان سازمانی استفاده میشه. یه دونه از این نمونه ها رو من اینجا گذاشتم، مثلا سری ASR اگر اشتباه نکنم 9000 یا 6000 سیسکو هستش. اوکی؟ خب حالا این تو ذهنتون باشه. ما قرار هست بریم اسلاید بعدی. خب این سوال رو قرار شد جواب بدیم که آقا آیا ما میتونیم همه چیز رو به سویچ وصل بکنیم؟ کل اینترنت رو میتونیم با سویچ به هم وصل بکنیم و شبکه ها دور هم باشن؟ جوابش بله هست. شما میتوانید تمام کامپیوترهایی که روی کره زمین وجود داره رو به همدیگه متصل کنید با سویچ. اما یه مشکلی وجود داره بچه‌ها واسه سویچ، یعنی اتصالش رو مشکل نداره، یه مشکل منطقی در سویچ وجود داره. سویچ همونطور که میدونید در لایه 2 کار میکنه. خب سویچ هیچ درکی از لایه 3 نداره، یعنی اگر بسته اطلاعاتی شما با آدرس آی پی کار کنه هیچ درکی از اون نداره. از طرفی ما یک مفهومی داریم به نام برادکست ادرس. برادکست یعنی ارتباط یک به همه، یعنی داد و بیداد توی شبکه. الان من دارم برای شما برادکست میکنم. دقت کنید، برادکست سویچ هیچ درکی، این تو جمله تو ذهنتون باشه، سویچ هیچ درکی از برادکست نداره، یعنی نمیتونه یه همچین بسته اطلاعاتی رو مدیریت بکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ خب مثلا نفهمه چه اتفاقی میفته. گفتیم یادتون باشه توی ویدیو قبل گفتیم کامپیوتر رو روشن میشن برادکست میکنم، خب داد و بیداد میکنم. من هستم، فرض کنید من دارم درس میدم، محمد نصیری توی کلاس A داره درس میده، آقای حسین احمدی هم توی کلاس B داره درس میده. خب اگر این وسط دیوار نباشه، من دارم برای دانشجوام برادکست میکنم، درس میدم، آقای احمدی هم داره برای دانشجوهاش برادکست میکنه. چون دیوار این بین نیست، صدای من میره تو کلاس آقای احمدی، صدای آقای احمدی میاد تو کلاس من، نویز ایجاد میکنه. خب اینو بهش میگم برادکست. به هر کدوم از این محدوده ها که برادکست رو میتونه محدود بکنه میگیم برادکست دومین. کالیژن دومین یادتونه گفتم هر پورت و این چیزا توی ویدیو قبلی گفتم کالیژن دومین هر چقدر زیادتر باشه بهتره. اما راجع به برادکست بذار من یه محیط اینترنت رو بگم. مثل این که من با محمد نصیری کار دارم، خب میام داد میزنم آهای محمد نصیری کیه؟ چه اتفاقی میفته؟ فکر کنید صدای منو کل دنیا میشنون. خب یعنی یک کامپیوتر میخواد یک کامپیوتر دیگه رو پیدا بکنه، این صدا که میزنه کل دنیا این صدا رو میشنون که من با کامپیوتر اچ کار دارم، ای با اچ کار داره، همه دنیا اون بسته اطلاعاتی دریافت میکنن. شما تصور کنید چقدر ترافیک اینترنت میره بالا، چقدر ترافیک دنیا میره بالا. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید تا میتونیم محدوده برادکست یا برادکست دومینمون رو کوچکتر کنیم تا ترافیک هامون رو مدیریت کنیم. اوکی؟ خب این گفتیم چون سویچ ها درکی از لایه بالاتر ندارن و برادکست در لایه 3 انجام میشه. این آدرس فقط یادتون باشه این مک برادکست هست، آدرسی هست که توی آدرس های مک به عنوان آدرس برادکست مک در نظر گرفته میشه. این هم پیش فرض کنیم که برای آی پی هست، آخرین آدرس آی پی. خب گفتن چیکار کنیم برادکست هامون رو کم کنیم؟ گفت ببین ما میایم به جای اینکه سویچ رو یه پورتش رو وصل کنیم به این، همون مفهوم قدیمی بودش که میگفتیم بیایم یه دونه در واقع بریج بذاریم، وصل کنیم، این وریا با این ور کار کنن، این وریا با این کار کنن، هر کس با اون ور کار داشت ردش بکنیم. اینو اومدن در لایه 3 پیاده سازی کردن، یعنی با آدرس IP و گفتن حالا اتفاقی که میفته اینه ما میایم چیکار میکنیم؟ یه چیزی میذاریم به نام روتر. به جای اینکه لن 1 رو به لن 2 مستقیم وصل بکنیم یا اصطلاحاً همون کابل رو مستقیم وصل کنیم، میایم یک روتر این وسط میذاریم. یکی از پورت های سویچ ما میخوره به یکی از پورت های روتر ما و به همین ترتیب سویچ A به پورت 1، سویچ B به پورت 2 میخوره. چه اتفاقی میفته؟ حالا میگه وقتی که برادکست انجام شد من به عنوان لایه 3 درک دارم از مفهوم برادکست. یعنی چی میشه؟ میگه ببین
مثل کانسپت، مثل مفهوم بریج. میگه من میام روی پورت یکم میگم شبکه، کامپیوترهایی که توی شبکه سویچ A قرار دارن رنج آدرس آی پیشون 190.168 یکی هست، 10 هست. کامپیوترهایی که توی سویچ B قرار گرفتن که از این بعد بهشون میگیم لن 2، رنج آی پیشون 172.16.0.0 هستش. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ کامپیوتر A اگر بخواد به کامپیوتر H وصل بشه، میاد درخواستش اول بررسی میکنه تو شبکه داخلیمون هست اون آدرس آی پی یا نه. میبینه من 192 ام، اون 172، پس تو شبکه اینور وجود نداره. درخواستش رو میفرسته برای دیفالت گیتوی که اینجا پورت 1 روترمونه. میاد توی جدول مسیریابی که ساخته نگاه میکنه، میگه صبر کن تو با آدرس 172.16 کار داری، پس رد شو بیا روی پورت 2. دقت کنید ممکنه 100 تا پورت باشه اینجا. میگه رد شو برو تو پورت 2 توی سویچ B لن 2 من رنج آی پی 172 رو دارم. مسیر براتون پیدا کرد دیگه، درسته؟ داره میگه هر بسته ای اومد با 172.16 کار داشت میفرستمش روی پورت یا شماره در واقع خیابون 2. تو خیابون 2 قطعا اون آدرس رو پیدا میکنی. این مسیریابی. فکر کن 2 تا پورت رو کشیدیم برای روتر، میتونه 100 تا پورت باشه. اوکی؟ حالا بچا مفهومش چی شد؟ لن 1 به روتر رسید، لن 2 به روتر رسید. 2 تا سویچ مجزا، 2 تا شبکه لن ایجاد کردن. اوکی؟ تو ذهنتون بود؟ این فرایند رو بهش میگن روتینگ. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر حالا برادکستی ارسال بشه، من بیام داد میزنم تو کلاسم، داد میزنم توی سویچم، میگم من هستم، من اومدم که آدرس مک ای سویچ مک ادرس من رو بگیر، مک تیبل تو درست کن. داد و بیداد داره میکنه. این داد و بیداد تا میرسه به روتر، روتر میگه خفه شو، بس اینقدر داد و بیداد میکنی، تو حق داری داد و بیداد کنی، اما تو محدوده خودت. میخوای رد بشی شرمندتم، من اجازه رد شدن داد و بیداد نمیدم. الکی شلوغش نکن. برعکسش هم اینجا هم وقتی برادکست ایجاد میشه، لن 2 برادکست خودکار رو همه پورت ها میره توی سویچ درکی از برادکست نره، میاد میرسه پورت 2، بازم میگه بهش خفه شو، بس اینقدر داد و بیداد میکنی، تو حق نداری ترافیک تو رد کنی، بیا اینجا. و اینجوری میشه که ما در محیط اینترنت میایم از روترها استفاده میکنیم. روترها درک آدرس منطقی دارن، از طرفی اجازه عبور ترافیک مزاحم رو هم در دنیای اینترنت نمیدن. اینجوریست که ما اینترنت رو با میلیون ها روتر به هم وصل میکنیم. اوکی؟ ساده ترین نوع روتر که پورت 1 و پورت 2 هست. اوکی؟ خب اما میریم منظور از پروتکل های مسیریابی. بچه دقت کنید، گفتم داخل اینترنت میلیون ها عدد روتر هست. این نماد روتر بچه ها. این یک کامپیوتر کلاینت منه، اینم سرور آیتی پرو داتایاره. وقتی شما درخواستی رو برای رسیدن به وبسایت آیتی پرو میزنید، این درخواست شما ممکنه از هزاران روتر این وسط تو اینترنت مثلا 10 تا 20 تا 30 تا روتر رو انتخاب کنه، یک مسیر درست پیدا بکنه و بسته اطلاعاتی شما رو به مقصد برسونه. خب حالا یه چیزی گفتم، روترها یادتون باشه توی ویدیو قبلی اون روتری که گفتیم 2 تا لگ داشت، 2 تا لگ، سویچ A سویچ B. خب هم میدونه سویچ A رنج آی پی چیه، هم سویچ B. چرا؟ چون براش تعریف شده بود. اوکی؟ خب حالا فرض کنید یه روتر داریم اینجا 1 2 3 4 تا لگ داره. راجع به رنج های آدرس آی پی مثلا اینجا 10.1.1.0 هست، اینجا مثلا رنجش یه رنج دیگه هستش. حالا به هر ترتیب هر کدوم از این لگ ها یه رنجی رو دارن. میاد روتینگ تیبلش رو درست میکنه یا جدول مسیریابیش رو درست میکنه که اگر درخواستی اومد بدونه خب صبر کن ببینم من میخوام مسیریابی بکنم، من اداره راهنمایی رانندگی ام، افسر راهنمایی رانندگی، تو بستت اینور بره بهتر یا اینور بره یا اینور بره، طبق اطلاعاتی که من دارم از اینور بری به اون شبکه‌ای که مورد نظرت هست میرسی، مسیریابی داره میکنه. حالا هر کدوم از اینها برای خودشون دقت کنید بچه‌ها یک رنج دارن، یک محدوده آدرس دارن و هر کدوم از اینها برای خودشون روتینگ تیبل یا جدول مسیریابی اختصاصی دارن. روتینگ تیبل ها یا جدول های مسیریابی اختصاصی که ما داریم به 2 صورت ایجاد میشه. یا من باید بیام کنسول مدیریتی این روتر رو باز کنم، دستی براش تعریف کنم، بگم آقای روتر
این لگت این رنج آی پیه، این لگت این رنج آی پیه. اوکی؟ یا یه کار دیگه میکنم، این بنده خدا هیچ اطلاعی نداره که این روتر چه جدول مسیریابی داره. خب بهتر هست یا نه؟ بریم باز مثال خیابونا رو بزنیم. گفتم سر هر خیابون یه افسر راهنمایی رانندگیه. این افسر دوتا خیابونی که بینش قرار داره رو میشناسه، یعنی اینو میشناسه اونو میشناسه، اما اطلاعی نداره که تو اون خیابون چه اتفاقیه. حالا بهترین کار چیه؟ میگیم افسران راهنمایی و رانندگی، شما یه سری اطلاعات راجع به کوچه ها دارید، خیابون ها دارید، این اطلاعات رو بیارید با هم به اشتراک بگذارید. بعد مگه من میگم آقا شما مثلا اینجا این قسمت 1841، خب 1841 البته اسمشو نذاریم دیگه، مثلا این قسمت میگه من درخواستی که دریافت کردم با توجه به اون اشتراک منابعی که داشتیم، اطلاعاتی که داشتیم، میدونم که روی یکی از پورتای تو قرار داره، پس از این مسیر بیا برو توی خیابون مورد نظر. پس میایم روتینگ تیبل ها رو به اشتراک میگذاریم. یه روتر داخل ترکیه میدونه که مثلا یه روتر داخل کانادا چه روتینگ تیبل یا جدول مسیریابی داره، به چه شبکه هایی وصل هست، چون میشناسن راحت بسته اطلاعاتی من رو بینشون منتقل میکنن. این فرآیند میشه روتینگ. حالا پروتکل مسیریابی چی شد؟ بچه‌ها این دستی و اتوماتیکه. پروتکل های مسیریابی وظیفه‌شون، مهمترین وظیفه‌شون، چون ما خیلی کار داریم، مهمترین وظیفه‌شون اینه که به صورت خودکار، ما نیام دستی این کار رو انجام بدیم، میاد از روترهایی که تو اون شبکه وجود داره روتینگ تیبل ها رو میگیره پخش میکنه. مثل این چیزا هستن، فکر کنید مثلا افسر راهنمایی دیگه، اینا که سر کوچه یا سر خیابون وای میسن، بنده خدا سرباز وظیفن دیگه، کادری که نیستن. خب حداقل کاری که اون کادریه میکنه که من بهش میگم روتینگ پروتکل، میاد اون آدرس خیابونا رو از این روترها افسرای وظیفه میگیره به همه میده. اوکی؟ وقتی همه مسیرها رو بلد باشن مسیر سریعتر پیدا میشه. البته این ساده ترین کارشه، اینکه تعیین کنه کدوم مسیر سریعتر، کدوم مسیر نزدیکتر، کدوم مسیر بهتر، کدوم مسیر پهنای باند بهتری داره، چه جوری تقسیم کنه، هم از وظایف پروتکل مسیریابیه که حالا بماند. حالا ما تقریبا میدونیم پروتکل های مسیریابی چی کار میکنن. اوکی؟ یه ویدیو جداگونه راجبش داریم، فقط در همین حد بدونید کفایت میکنه. بریم اسلاید بعدی. اما به قول خودمون ما میخوایم بگیم ویلن چیه. خیلی واژه ویلن رو شنیدید بچه ها. من همونطور که گفتم سویچ هیچ درکی از برادکست نداره، یعنی وقتی یه پورت برادکستی انجام میشه روی همه پورت های سویچ میره، چون در لایه 2 داره کار میکنه، لایه 3 رو درکی نداره. ما میایم یه کاری میکنیم، میگیم ما بدبخت شدیم، ما 20 تا طبقه ساختمون داریم، 20 تا سویچ هم داریم تو هر طبقه، 20 تا سویچ هم تو هر طبقه داریم، ببخشید 20 تا سویچ هم تو کل طبقات داریم. حالا وقتی کامپیوتری که تو طبقه اوله یه پکت برادکست توی پورت 10 اون سویچ اون طبقه بفرسته، نوک طبقات، طبقه مثلا چه میدونم 20م، پورت یکش اون برادکست رو دریافت میکنه. باز جریان همون ترافیک مزاحم است. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ تا زمانی که اینا به یک روتر نرسن بسته برادکست پخش میشه. چیکار کنیم این پخش نشه؟ اومدن یک سری سویچ ارائه دادن، گفتن بچه ما میایم به قول خودمون گولش میزنیم. من نخواستم اون واژه خرش میکنیم و استفاده بکنم، ولی خب استفاده کردیم. میایم میگیم بسته برادکست رو ما گول میزنیم، میگیم میایم داخل پورتای سویچ یه گروه پورت درست میکنیم، میگیم پورت 1 2 3 4 5 و اسمشو میذاریم ویلن 0 و کامپیوترهایی که داخل این ویلن قرار دارن یک رنج آدرس آی پی خاص بهشون میدیم. طبیعتاً رنج آی پی متفاوت باید تو هر ویلن باشه. اینو میکنیم ویلن 2. سویچ طبقات بعد هر کدومشون 2 تا ویلن درست میکنیم، یه ویلن. یه نکته رو بچه اینجا بگم بهتون، تو ذهنتون باشه، این خیلی مهمه. آدرس های آی پی در حالت پیشفرض،
یعنی در حالتی که ما از روتر استفاده نکنیم، داخل پورت های سویچ باشن نباشن فرق نمیکنه. فقط آدرس های آی پی با در واقع شما به عنوان یک کامپیوتر با آدرس آی پی رنج 10 فقط با آدرس های آی پی و کامپیوترهایی میتونی ارتباط برقرار کنید که تو رنج 10 قرار دارن. ارتباط میتونید بگیرید. اگر رنج مثلا دو تا کامپیوترن، یکیش 10.0.0 یکیش 190.168، یکی تو پورت 1 خورده یکی تو پورت 2 خورده، این دوتا همدیگر رو به هیچ عنوان نمیبینن مگر اینکه فرایند مسیریابی این وسط انجام بشه. اوکی، اصلا وظیفه مسیریاب یکیش اینه که رنج های آدرس آی پی متفاوت رو بتونه به هم ارتباط بده. اوکی، این تو ذهنتون باشه. حالا ما اومدیم تو هر کدوم از این طبقات سویچاش اومدیم دو تا گروه پورت درست کردیم. گفتیم 1 تا 5 اسمش رو میذاریم ویلن 0، 6 تا 10 رو میذاریم ویلن 2، مثلا به همین ترتیب طبقاتی بعد 4 تا ویلن درست کردیم. خب شرایط لن یادتونه، لوکال اریا نتورک، گفتیم تا زمانی که به روتر نرسیده بهش میگیم لن. اوکی؟ خب پس من بایستی بیام اینها رو به هم وصل کنم. اینا میخوان با هم ارتباط داشته باشن، اما الان چون توی سویچن، این سویچ اومده با استفاده از قابلیت ویلن اینها رو ایزوله کرده. یعنی بچه الان برادکست اگر انجام بشه توی پورت 1 تا پورت 5 برادکست ما میره، پورت 6 7 8 9 10 برادکست های ویلن 0 رو دریافت نمی کنن و برعکس هیچ کدوم از این ویلن ها برادکستشون توی خودشون نمیره. الان من چیکار کردم بچه‌ها؟ محدوده برادکست یا برادکست دومینمو کوچیک کردم. شما یادتون باشه طبق تعریفی که توی ویدیوی قبلی داشتیم، کالیژن دومین ها هر چی زیادتر باشه بهتره، برادکست دومین هر چقدر کوچکتر باشه بهتره. حالا من برادکست دومینم توی سویچ یکم 10 تا پورت بود، الان اومدم کوچیکش کردم 2 تا 5 تاش کردم. اینم به همین ترتیب. خب یعنی من اگر بخوام همون 20 طبقه رو در نظر بگیرم، 20 تا در واقع سویچ بود، اگر قبل از راه اندازی ویلن ها، ساختار ویلن، من یه دونه برادکست دومین داشتم، یعنی یه نفر برادکست میکرد کل سازمان من دریافت میکرد. اما وقتی اومدم ویلن ساختم 22 تا 40 تا برادکست دومین ایجاد شد، یعنی شبکه ها ایزوله شدن. اما یه نکته ای، شما الان داخل یه شبکه یه ساختمون هستید، این ساختمون ها میخوام با هم ارتباط داشته باشن. الان کلن اومدید فیزیکی اینا رو از هم جدا کردید، از نظر فیزیکی واقعا از هم جدا. ترافیک های اینا ایزوله است، ترافیک این ایزوله است، ترافیک این ایزوله است، ترافیک این هم ایزوله است. چجوری به هم وصل کنیم؟ گفتم برای ارتباط بین شبکه ها ما میایم از روتر استفاده میکنیم، میگیم ویلن 0 پورت 1، ویلن 2 پورت 2، ویلن 3 پورت 3 و ویلن 4 پورت، در واقع ویلن 4 میخوره به پورت 4. چه ارتباطی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ حالا این روتر میاد یه جدول مسیریابی درست میکنه، میگه روی پورت 1 هم این رنج آی پی قرار داره، روی پورت 2 هم این رنج آی پی، روی پورت 3 این رنج آی پی، روی پورت 4 هم این رنج آی پی. اوکی، حالا اگر برادکست انجام شد، یا مثلا دقت کنید الان همون مکانیزمی که گفتیم رو اینجا میخوام شبیه سازی بکنیم. آدرس آی پی 10.0.0.1 میخواد با 10.0.0.10 ارتباط برقرار کنه. طبق محاسباتی که داخل اون شبکه لن مجازی یا ویلن 0 انجام میشه، میگه 10.0.0.1 با 10.0.0.10 میخواد ارتباط برقرار کنه. برای چی بره بیرون شبکه؟ قاعدتا تو همین جاست، پس اصلا درخواستش برای این روتر من ارسال نمیشه. اوکی، اینجا روتر بهش میگن دیفالت گیتوی. آدرس آی پی هم قطعا برای هر کدوم از این کارت شبکه ها، هر کدوم از اینترفیس ها وجود داره. اما اگر 10.0.0.1 بخواد با 172.16.1.1 ارتباط برقرار کنه چی میشه؟ اونجا محاسبات انجام میشه، میگه ببین 172.16.1.1 داخل شبکه داخلی نیست، درخواستش ارسال میشه برای پورت 1 روتر. روتر میاد توی روتینگ تیبل نگاه میکنه جدول مسیر رو، میگه صبر کن ببینم با چی کار داشتی؟ 172. خب آدرس 172 صبر کن، آها روی پورت 3 درخواست باید ارسال بشه، پس از پورت 1 میگیره روی پورت 3 میفرسته و این شبکه با شبکه بعدی با شبکه ویلن 0 ارتباط برقرار میکنه. این فرآیند رو بهش اصطلاحاً میگن روتینگ بین ویلن ها یا اینتر ویلن روتینگ.
چیزی هست که شما در دوره‌های سیسکو و در واقع دوره‌های میکروتیک تو بحث سویچینگ میخونید با هم، یا اینو نمیتونیم بگیم روتینگ، سویچینگ با هم میخونیم. اوکی، این پس این مفهومی که خدمتتون گفتیم در خصوص مفهوم ویلن. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من بذارید برگردم. راجع به خیلی از مفاهیم صحبت کردیم، فکر نمی‌کنم مفهوم مونده باشه که بخوایم بگیم. فقط این موارد رو یادتون باشه توی ویدیو بعدی ما یک سناریوی روتینگ خیلی ساده با یه سیستم خیلی ساده در واقع پیاده سازی می‌کنیم. ببینیم کدوم یکی از مفاهیم مونده که باید بگم خدمت شما. نه، چیز خاصی فکر نمی‌کنم مونده باشه. شما الان اکثر این مفاهیم رو درک کردید. خب یه مقدار مرور کنید. قرار بود خیلی ساده تر از اینها باشه و مطمئن باشید خیلی از جاها تا این مرحله به شما یاد نمیدم. ما خیلی رفتیم جلوتر. مطمئن باشید توی ویدیوهای آینده ما خیلی مبحث پیشرفته تری راجع به روتینگ داریم و حتی میریم توی سویچ های سیسکو، میریم توی روترهای سیسکو یا سویچ های سیسکو ایجاد میکنیم اینها رو، ویلن ها، در همین دوره نتورک پلاس. خب آیتی پرو باشید و وبسایت آیتی پرو رو به دوستاتون هم معرفی کنید.